الفبای بورس. مزایای سرمایه گذاری در بورس. در برنامه قبل اولین مزیت سرمایه گذاری در بورس یعنی کسب درآمد رو تشریح کردیم و گفتیم افرادی که در بورس سرمایه گذاری میکنن از دو طریق دریافت سود نقدی و افزایش قیمت سهام درآمد به دست میارن. در این برنامه دومین مزیت سرمایه گذاری در بورس رو تشریح میکنیم، مزیتی که برای همه سرمایه گذاران بسیار مهم و حیاتیه: امنیت و شفافیت در سرمایه گذاری. اگه به شما بگن با سرمایه گذاری در کاری میتونید سرمایه خودتون رو در یک سال چند برابر کنید، ولی شما از جزئیات و کیفیت این سرمایه گذاری مطلع نباشید، مثلا ندونید قرار پول خودتون رو در چه کاری سرمایه گذاری کنید، اصلا آیا این کار شرعی و قانونیه یا نه؟ آیا اصلا فردی که ادعای چند برابر کردن پول شما رو مطرح کرده فرد مطمئن و مورد اعتمادی هست یا نه؟ آیا سرمایه شما برمیگرده یا امکان کلاهبرداری در اون وجود داره و هزاران اما اگر دیگه؟ در این شرایط آیا حاضر به سرمایه گذاری میشید؟ خب طبیعتاً پاسخ خیلی از شماها منفیه. یکی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بورس امنیت در سرمایه گذاری و برخورداری از حمایت قانون و مقرراته. در برنامه‌های قبل به جایگاه حیاتی بورس در اقتصاد اشاره کردیم و گفتیم که به دلیل همین اهمیت بالا قوانین و مقررات متعددی درباره بورس و حمایت از سرمایه‌گذاران در این بازار تصویب شده که این امر امنیت بورس رو برای سرمایه‌گذاری تضمین می‌کنه. برای مثال اگر فردی سهام شرکتی رو در بورس خریداری کنه و شرکت مذکور در پایان سال با وجود تصویب سود نقدی از پرداخت سود در مهلت مقرر خودداری کنه، سهامدار میتونه از شرکت مذکور شکایت کنه و سود خودش رو دریافت کنه. یا مثلا شرکت هایی که سهامشون در بورس خرید و فروش میشه موظفن اطلاعات مالی و عملکردی خودشونو به صورت مستمر منتشر کنن تا سرمایه گذاران با اطلاع و شناخت کافی نسبت به وضعیت یک شرکت درباره خرید یا فروش سهام اون شرکت تصمیم گیری کنه. در صورتی که شرکتی برخلاف قوانین و مقررات اطلاعات خودشو منتشر نکنه، اعضای هیئت مدیره شرکت مسئول خواهند بود و به خاطر این اقدام باید به مراجع حقوقی پاسخگو باشند. بنابراین اگرچه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شرکت‌های بزرگ و معتبری هستند و اغلب دچار چنین مشکلاتی نمیشن، اما در عین حال قانونگذار با در نظر گرفتن این تمهیدات اطمینان لازم رو برای سهامداران فراهم میکنه که نهایت تلاش در جهت حفظ و استیفای حقوق اونها به عمل بیاد. همچنین همونطور که گفته شد بر اساس قوانین و مقررات شرکت‌هایی که سهامشون در بورس خرید و فروش میشن موظفن کلیه اطلاعات حائز اهمیت خودشونو اعم از اطلاعات مالی، برنامه‌ها و دیگر موارد به بورس اعلام کنن. بورس هم پس از بررسی اطلاعات ارسالی از سوی شرکت‌ها این اطلاعات رو در شرایط یکسان برای اطلاع سهامداران منتشر میکنه. به علاوه بورس به صورت لحظه‌ای کلیه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت معاملات انجام شده در بورس، قیمت سهام، میزان عرضه و تقاضای موجود برای هر یک از سهام، میزان خرید و فروش صورت گرفته بر روی سهام و دیگر موارد رو از طریق اینترنت منتشر میکنه و سرمایه‌گذاران میتونن با بررسی و تحلیل این اطلاعات نسبت به خرید سهام جدید و یا فروش سهامی که در اختیار دارن تصمیم گیری کنن. این موضوع که از اون به شفافیت در بورس یاد میشه باعث میشه تا سرمایه گذاران در شرایط یکسان و عادلانه از نظر میزان دسترسی به اطلاعات تصمیم گیری کنن. بنابراین میتونیم سرمایه گذاری در بورس رو یک سرمایه گذاری کاملا شفاف بدونیم. در برنامه‌های آتی درباره سایر مزایای سرمایه گذاری در بورس برای شما صحبت خواهیم کرد. آنچه در این برنامه گفته شد. در این برنامه یکی از مهمترین مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس که امنیت و شفافیت هست رو با هم مرور کردیم. به این نتیجه رسیدیم که بورس با استفاده از قوانین و مقررات حمایتی از سهامداران در برابر تخلف شرکت‌ها حمایت می‌کنه و اونها رو در برابر هیچ مشکلی تنها نمیذاره. و متوجه شدیم میتونیم از طریق اینترنت اطلاعات بروز شده بازار رو مطالعه کنیم تا از این طریق بتونیم بهتر تصمیم گیری کنیم. و در آخر
به یک نکته در مورد بازار سرمایه رسیدیم و اون هم این که میشه سرمایه گذاری در بورس رو یک سرمایه گذاری کاملا شفاف دونست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.